علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران 40 روز پس از کشته شدن او در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل. اما خبر فوری داریم. دقایق پیش تایید شد علی خامنه‌ای در حملات اسرائیل کشته شده. باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. اسم خودم با اسم مستعار در مجلات چاپ پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می‌کنیم. دشمنان ما بودن، اما دشمنان بی ضرر و بی خطر، هیچ ضرری نداشتن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. ما پیشانی و بازوی راهان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم. این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهراه، گوشه به گوشه خانواده‌ها داغدار شدن. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. که ورود ما اگر 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. فرزند ایران و جانفدای میهن. قاتل اعظم فرزندان ایران
و نابود کننده ایران کشته شد. علی خامنه‌ای دیکتاتور تهران. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ با ما هستن. سلام میکنم بهتون خانم امینی. در 5 دقیقه 36 سال دیکتاتوری علی خامنه‌ای رو مرور کردیم. حالا هم سپاه پاسداران از این فرصت آتش بس داره برای برگزاری 40مین روز کشته شدنش استفاده میکنه، اما همزمان داریم میبینیم که اعتراض حامیان رهبر جمهوری اسلامی به هر گونه توافق با آمریکا داره بیشتر و بیشتر میشه. در رسانه های حتی خود جمهوری اسلامی هم میشه این رو دید. ارزیابی شما چه هست؟ درود بر شما